بریم به این ویدیو دیگه. امروز قراره با هم بریم باز آموزش گرفتن سیپی رایگان، یعنی 60 سیپی رایگان 300 تا هم میشه. البته برای شانس خوب البته 300 تا من میگم بچه‌ها. خب اول اینا من بهش باید بازی کنین. اینجوریه پسی میرم توی اینا خرین گزینه وایسی. اینی که علامت زدن میرین، بعد اینو میزنین. فرق نمیکنه ولی بعد وقتی زدی این گزینه رو میزنی، اینو که علامت زدم ببینید روش نکنه بچه 300 تا 10 تا اینقدر سیبی داره. بعد اینا چستاشن. بعد اینجوریه که اگه شانستون خوب باشه اینقدر باید بازی کنین اینجوریه. خب اینقدر باید بازی کنین، 3-4 بار باید بازی کنین تا اینو بگیرین. اینو بگیرین برسید و اینا قفلن دیگه، نمیشه کاری کرد. بعد شانستون امتحان کن، ولی من از این تستا افتاد شانس من. این یه دونه روشش روش دوم کدوم بود؟ میرین بچه روی این گزینه مثل ببینم کدوم بودش. بچه نمیدونم کجا بودش. بچه اینو میزنی نورشید، اینو میزنی، اینی که اینجاست شما میزنی. وقتی زدین بعد میان این، بعد روی این میزنی همونجور که من دارم البته اینو پیش بریم. خب نکن 20 تا 40 تا یعنی 60 تا سیپی میشه با هم. نه مال بتل رویال. آره بتل رویال. اینو میزنی روزانه. مثلا من اینا رو گرفتم مثل یه روز 2 روز 3 روز اینجوری. اینا رو اینجوری میشه. این یه چیز زرد میشه این براتون. وقتی زرد شد من روش یکی گیر آوردم. خب شانس رو امتحان کنم. خوبه. یه دونه لجند. واو یه چیز خفنم به اون داد. چقدر خفن بچه. من اینو میگیرم. خیلی خفن لجندشه بچه ها. متیکشو کنم. من چند بار لجندشو بچه ها داشتم. خیلی خفن لجندش. و شانستون رو امتحان کنم. مرسی تا اینجا ویدیو دیدین که لایک و کامنت هم فراموش نشه. مرسی. خدا نگهدار.